اگه پلک پفداری داری و همیشه دوست داشتی که خط چشم گربه‌ای یا لیفت شده بکشی و نتونستی، بیا تا بهت یاد بدم. خب اول سرتون رو به سمت روبرو و جلوی آینه دقیقاً وقتی که چشمتون باز هست و مستقیما جلو رو نگاه میکنید با یک قلم 3-0 و یک خط چشم ژله‌ای مثل این گلوت، یک خط اوریب از گوشه انتهایی چشم به سمت بالا بکشین و دقیقاً از قسمتی که خط سوم چشمتون یا همون قسمتی که پلکتون تا میخوره علامت بزنین و پایین رو نگاه کنین. خب حالا خط راهنما برای کشیدن خط چشم رو دارین که به صورت یک مستطیل مایل داخلش رو به صورت کامل پر کنین و بعد با براش سرصاف شماره 4 ناحیه سوم چشم رو سایه قهوه‌ای تیره بزنین و فیدش کنین.